جوان بس کن که دنیا جای ما نیست، متاع و گوهر عمرت جوانیست برای بخشش الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. برادران و خواهران عزیز، امروزها می‌بینیم که بسیاری ها از کمبودی های زندگی و سختی ها و پریشانی های زندگی شکایت می‌کنند. از فقر و ناداری شکایت می‌کنند. از دربدری و غریبی و دیگر مصیبت ها شکایت می‌کنند. و برای این همه مصیبت ها و پریشانی ها چند چیزهای را سببگار می‌دانند، ولی یک بار هم فکر نمی‌کنند که سببگار این همه بلا و مصیبت ها، سختی ها و پریشانی ها عمل های بد خود ماست که باید از آن توبه کرده به سوی خداوند بازگردیم. برادران و خواهران عزیز، این سخن الله رب العزت را به گوش عبرت بشنوید. خداوند متعال در آیه 3 سوره شورا برای ما و شما می فرماید: استعیذ بالله و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. و هر مصیبتی که به شما می رسد به سبب کارهای است که انجام داده اید، یعنی به سبب عملهای بدی که انجام داده اید، و خداوند از بسیاری گناهان در می گذرد. برادران و خواهران عزیز، شما چی خیال می کنید؟ جامعه‌ای که در آن زنا و فحشا عام شده باشد، شراب و قمار عام شده باشد، دزدی و غارتگری عام شده باشد، حرامخوری و مردم فریبی عام شده باشد، خیانت‌های زن و شوهری و دیگر گناهان کبیره عام شده باشد، آیا خداوند حال چنین قوم و ملت را تغییر می‌دهد؟ آیا حالت آنها را بهتر می‌گرداند؟ نه، قسم به خدا که چنین قوم و ملت را تا روز قیامت خوار و ذلیل و در ملک بیگانگان دربدر می‌گرداند و هرگز حال آنها را به بهبودی تغییر نمی‌دهد. این سخن پروردگار عالمیان را خوب گوش اندازید. الله مهربان در آیه 11 سوره رعد برای ما و شما چنین می‌فرماید: استعیذ بالله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یعنی بیگمان خداوند حالت و سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد تا وقتی که آنان حالت خود را تغییر دهند. یعنی حالت هیچ قوم و ملتی را از نیکی به بدی تغییر نمی‌دهد تا زمانی که آنها حالت خود را از طاعت و عبادت پروردگار و عملهای صالح به معصیت و گناهان تغییر دهند. العیاذ بالله. برادران و خواهران عزیز، فراموش نکنید که از هر یک گناهی که آن را خواه پنهانی انجام می‌دهید یا آشکارا، البته جزای آن را هم در این دنیا و هم در آخرت می‌بینید. هیچ کس بی جزا نمی‌ماند. پس هر یک گناهی که انجام می‌دهید برای خود یک مصیبت و سختی را می‌آورید. هر یک شما می‌دانید که زنا حرام است، شراب نوشی حرام است، دزدی حرام است، بی‌حجابی و پوشیدن لباس‌های نیم برهنه و تنگ حرام است، کشتن انسان بیگناه حرام و سببگار غضب پروردگار است. در شبکه‌های اجتماعی در پخش مستقیم برآمده با همدیگر سخنان شهوت‌انگیز گفتن و روان کردن رسم و نوارهای فحشا برای همدیگر حرام است. شرمنده کردن دیگران حرام است. حتی بعضی ناجوان مردان بیناموز
در همین پخشهای مستقیم با دختران مسلمان سخنان فحش میگویند و او را به فسادی میکشند و در آخر او را نواربرداری کرده در شبکه‌های اجتماعی پهن میکنند و او را شرمنده میکنند. همه شما میدانید که اینها همه گناهان بزرگ هستند و موجب غضب خداوند میشوند، ولی دیده و دانسته به چنین کارهای ناروا دست میزنید و پروای حرام بودن آن را نمی کنید. خداوند که شما را مهلت میدهد که توبه کنید، شما توبه کرده به سوی خداوند باز نمی گردید. شما تیار نیستید از گناهان کرده اتان توبه کرده به سوی خداوند باز گردید. پس چگونه خداوند حالت شما را از بدی به نیکی تغییر دهد؟ در آخر برای مردم مسلمان تاجیکستان و آن نفرانی که زبان فارسی بلد هستند گفتنی هستم که اگر میخواهید که در دنیا و آخرت کامیابی و موفقیت را به دست آورید، فراوانی و برکت در مال و زراعت را به دست آورید، پس باید همه یک جایه به سوی خداوند از همه گناهان پنهانی و آشکارا توبه نصوح کرده باز گردیم و حالت خود را از گناه و نافرمانی خداوند به طاعت و فرمانبرداری خداوند و انجام عملهای صالح تغییر دهیم. قسم به خدا که کامیابی و رستگاری در همین است، چطوره که الله متعال در آیه 31 سوره نور می فرماید: استعیذ بالله و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ای مؤمنان، همگی به سوی خدا توبه کنید تا کامیاب و رستگار شوید. یعنی همگی به سوی الله رب العزت از تمام گناهان گذشته اتان توبه کرده باز گردید تا رستگار و کامیاب شوید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علی من اتبع الهدى. جوان تا که چنین مدهوش و مستی، هزاران توبه کردی و شکستی، نمی آید چرا یک لحظه شرمند ز دادار و ملیک کل هستی، ز دادار و ملیک کل هستی. جوان تا کی فساد و بی نمازی، جوان تا کی شراب و لهو و بازی، گمان کردی که با پول و زر و سیم تو از پروردگارت بی نیازی، تو از پروردگارت